یه مقدار ازش فاصله بگیر، یه مقدار ازش فاصله بگیر. مرکز گشت 1. خیلی قطعا جان اینجا شما مراقب باشید. ببیشونش بکنم. دور خواهد رفت. مرکز مرتضی رو شده بیدیم چیش نقره دن تحصیقیه. خلافگاه حرکت کرد. ببندی بردگار ببندی دست شرق غرب میرهش. بردگار ببندی چطور متعاقبش کنه. خلافگاه حرکت میکنه. ازش فاصله بگی. کردید پیاده شو این پیاده شو پیاده شو سریعتر من داشتم سرعت خودم میرفتم راه خودم میرفتم از لاین 3 به سمت غرب میرفتم یهو دیدم یه 200 خلاف جهت اومد رو من هرچی ترمز کردم نتونستم کنترلش کنم به هم خوردیم. شما مشروبات الکلی هم مصرف کردید آقای راننده درسته؟ اون مشروب چی بکنید؟ اون گندونم درد میشه یه خورده تست الکلی هم که ما از شما گرفتیم مثبت بود نشون میده که شما مشروبات الکلی مصرف کردید. انگیزتون از این حرکتی که تو خیابون انجام میدادید چی بود؟ برای چی این کارو میکردید؟ یه انگیزه خاصی که نیست حال میده. یعنی احساس نکردی برای خودت برای دیگران خطرساز میشی جون دیگران به خطر میندازی جون خودت به خطر میندازی؟ یعنی چطوری با این حرکتی که شما انجام میدادی مواظبم بودی؟ یعنی چه احساس خطری نمی‌کردی نسبت به خودت نسبت به دیگران؟ مواظب بودم. همیشه اینجوری رانندگی می‌کنی؟ تقریبا. یادم نمیاد فکر کنم سرم یا به شیشه یا به فرمون خورده باشه. الان حالت چطوری الان؟ بعد نیستم خوبه. کلانتری هم عمل کنید. تا ایشون تحویل بدیم مشروبشون جلو باشه تا کلانتری نیست. میرم اونجا صحبت می‌کنیم با هم دیگه. چرا؟ بفرمایید. این دستم نگه میشه باز کنی؟ باشه تا من بهتون بگم چه میشه. من الان یه ذره یه چند از بگذارید یه چند بشه تو شما خدمت.